سلام، سرخط خبرها را از رادیوی آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان صدر اعظم آلمان را به تاجیکستان دعوت کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا زندانی شدن ذوقی‌بک سیدامینی ژورنالیست شناخته را تنقید کرد. در تاجیکستان نزدیکی 1000 نفر به شهروند را ثبت کردند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش آزادی مطبوعات حکمی دادگاهی را در دوشنبه برای زندانی کردن روزنامه‌نگار ذوقی‌بک سیدامینی تنقید کرد. ترزا ریبیرو روز 7 نوامبر در بیانیه در تلگرام گفت این یک ضربه دیگر به آزادی رسانه‌ها در تاجیکستان است. او از مقامات تاجیکستان خواست ذوقی‌بک سیدامینی و روزنامه‌نگاران دیگری زندانی را آزاد کنند و به آنها امکان داده شود که درباره مسائل وابسته به جامعه از جمله مسائل امنیتی گزارش بدهند، چون روزنامه‌نگاری جنایت نیست. پیش از این گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز حکم دادگاه را در مورد ذوقی‌بک سیدامینی محکوم کرده بودند. ذوقی‌بک سیدامینی 38 ساله را ماه یولی امسال در شهر وحدت دستگیر و 3 نوامبر با گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع 7 سال از آزادی محروم کردند. خودش گفته است گناه ندارد. خبرنگاری پیشینی تلویزیونی دولتی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنها دانسته می‌شد که تلاش دارند حقیقت گفته شود. در نیم سال اخیر دستی کم در تاجیکستان 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر آنها زندانی شدند. و جز از ذوقی‌بک سیدامینی، محمدی سلطان به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امامعلی 10 سال حکم زندان گرفتند. چند نفر دیگر محاکمه می‌شوند. در پی بارشات شدید روزهای اخیر در قسمت راه ناحیه درواز سنگریزه فرآمده حرکت ماشین‌ها را در شهرهای دوشنبه خاروق منع کرده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در صحبت با رادیو آزادی گفت ریزش سنگریزه ساعت 10 تا 6 صبح امروز 8 نوامبر رخ داد که باعث قطع حرکت در راه شد. او گفت همچنین در قسمت راه ناحیه ونج نیز ریزش سنگریزه ثبت شده است که این هم به حرکت ماشین‌ها در این شهر مانع ایجاد می‌کند. یوسفی تاکید نمود که حالا کارهای برطرف سازی سنگریزه در شهر ادامه داشته، تلاش دارند زودتر راه باز شود. در تاجیکستان چند روز اخیر باران میبارد که برای این موسم غیر معمولی است. در سالهای گذشته در ماه نوامبر به چنین شکل در تاجیکستان باران نمیبارید. در پی برفباری حرکت ماشین‌های بارکش در مسیر دوشنبه خوجند نیز امروز منع شده است. مقامات میگویند در پی بارانگری و آمدن سیل تلفات جانی ثبت نشده است. در این باره با تفصیل در برنامه اخباری آزادی گزارش خواهیم داد. در ولایت سوغدی تاجیکستان مقامات نزدیک به 1000 نفر را ثبت کردند که شهروندی هیچ کشوری را صاحب نیستند. اکبر شریپوف، یک مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد، در مطلب در سامانه وزارت کارهای داخلی گفته است که امسال 956 نفر زادگان تاجیکستان و کشورهای همسایه به مقامات برای دریافت شهروندی مراجعت کردند. این افراد سالها در تاجیکستان زندگی کرده پس از پاشخوری اتحاد شوروی شهروندی هیچ کشوری را نداشتند. مقامات گفتند پس از مراجعت آنها امکان دریافت شهروندی تاجیکستان را به دست آوردند. به بیش از 400 نفر آنها حق اقامت دائمی دادند و به بیش از 500 نفر سندهای دیگر دادند. در گذشته ساکنان دهاتی که در مرز تاجیکستان و ازبکستان جایگیر بودند چنین مشکل داشتند و با گذشت سالها شهروندی هیچ کشوری نداشتند. مقامات گفته بودند که پس از دقیق کردن خط مرز با ازبکستان این مشکل حل شده است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از اولاف شولز صدر اعظم آلمان دعوت کرده است که به تاجیکستان سفر کند. او با صدر اعظم آلمان روز 7 نوامبر در مصر در پس منظر کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بحث تغییریابی اقلیم صحبت کرده است. معلوم نیست که اولاف شولز دعوت امامعلی رحمان را قبول کرده است یا نه. امامعلی رحمان از همکاری آلمان با تاجیکستان و دستگیری‌های این کشور قناعتمندی کرده است. آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که بیشتر طرح‌های اکولوژی و حفظ محیط زیست را مبلغ گذاری می‌کند.
در آلمان صدها فراری از تاجیکستان پناهندگی دریافت کردند که بیشترشان میگویند از فشار مقامات تاجیک و این کشور اروپایی پناه بردند. مقامات برخی را با اتهام افراطگرایی و تروریستی متهم میکنند و برخی میگویند از سیاست تاجیکستان تنقید میکردند و این به مقامات خوش نمیآمد. تاجیکستان بارها از آلمان طلب استرداد مخالفین پناهجو را کرده است، ولی در هیچ مورد این کشور آنها را به تاجیکستان نسپرده است. ضمناً در نشست مصر هیئت حکومت طالبان افغانستان هم حضور دارد. اعضای این هیئت میگویند افغانستان برای رفع عاقبت‌های تغییر اقلیم به کمک بین المللی نیاز دارد. به قول وزارت امور خارجه حکومت طالبان تنها در سال روان افغانستان از تأثیر منفی تغییریابی اقلیم 2 میلیارد دلار ضرر دیده است. روز 6 نوامبر نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان برای رفع پیامد تغییریابی اقلیم در این کشور کمک فوری درخواست نمود. تفصیلات نشست بین المللی در رابطه با تغییریابی اقلیم را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در تاجیکستان. 8 نوامبر بانک ملی تاجیکستان 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 21 دیرم و 1000 روبل روسی را 161 سامانی و 50 دیرم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قرب میتواند فرق داشته باشد. برنامه ما به پایان رسید و 4 ساعت پس شما را در برنامه اخباری آزادی انتظار خواهیم بود.